اگر داخل کیف پولتون یک ارزی داریم و میخواین تبدیلش کنید به یک ارز دیگه، کافیه که از قسمت سواب استفاده کنید که بیاد آموزشش رو بهتون یاد بدم. روی گزینه سواب میزنیم. در کادر اول شما اون ارزی رو که داخل کیف پولتون دارید باید انتخاب کنید که من در کیف پولم ارز تون کوین رو دارم و میخوام تبدیلش کنم به نات کوین. پس میام در قسمت اول تون رو قرار میدیم و در کادر دوم هم شما باید نات کوین رو انتخاب کنید. یک بار روی گزینه سلکت میزنیم. زمانی که وارد این صفحه شدیم شما باید بیاید از قسمت سرچ اون ارز رو که میخواین بهش تبدیل کنید رو اینجا سرچ کنید که من نات کوین رو در این قسمت میبینم و روش میزنم یک بار و همونطور که می‌بینید نات کوین به این قسمت اضافه میشه. حالا ما باید در قسمت بالا مقدار ارزی رو که میخوایم تبدیل کنیم به یک ارز دیگه باید در اینجا وارد کنیم که من الان اومدم عدد 28 صدم رو وارد کردم که یعنی میخوام 28 صدم از تون کوینامو تبدیل کنم به نات کوین که معادلش میشه 169 تا نات کوین. سپس روی گزینه کانتینیو میزنیم. در این قسمت اسلایدی که در پایین صفحه برامون قرار داده رو به سمت چپ به سمت راست میکشیم تا تراکنش برامون انجام بشه. و زمانی که شما برمیگردید به صفحه اصلی بعد از چند دقیقه تراکنش انجام میشه و مقدار تون کوین من رو میبینید کم کرده و به مقدار نات کوین من اضافه شده که این یعنی عملیات ما با موفقیت انجام شده.